در خط خبر هشدار مرکز ملی خشکسالی در مورد بحران آب. ایران در آستانه فلاکت آبی قرار دارد. پزشکیان میگوید مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی و سدها را خشک کرده. میگه که توی این صدا تو رسانه خودش معلوم نیست زندانی‌ها رو کجا بردن، حقوق بشر چی شد. انتقاد رئیس جمهور ایران از پیگیری وضع زندانیان سیاسی. پزشکیان حمله اسرائیل به اوین را بهانه‌ای برای پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری کرد. ادامه تلاش‌های حکومتی برای بازگشت ایرانیان مهاجر. قالیباف خواهان برگزاری اردو برای کودکان ایرانی متولد خارج از کشور شد. و در ادامه این بخش خبری همزمان با شکست مذاکرات صلح در غزه، مراسم سالگرد اسماعیل هنیه و 40مین روز کشته شدن سعید ایزدی در سایه تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در خط خبر هشدار مرکز ملی خشکسالی در مورد بحران آب. ایران در آستانه فلاکت آبی قرار دارد. پزشکیان میگوید مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی و سدها را خشک کرده. میگه که توی این صدا تو رسانه خودش معلوم نیست زندانی‌ها رو کجا بردن، حقوق بشر چی شد. انتقاد رئیس جمهور ایران از پیگیری وضع زندانیان سیاسی. پزشکیان حمله اسرائیل به اوین را بهانه‌ای برای پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری کرد. ادامه تلاش‌های حکومتی برای بازگشت ایرانیان مهاجر. قالیباف خواهان برگزاری اردو برای کودکان ایرانی متولد خارج از کشور شد. و در ادامه این بخش خبری همزمان با شکست مذاکرات صلح در غزه، مراسم سالگرد اسماعیل هنیه و 40مین روز کشته شدن سعید ایزدی در سایه تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در خط خبر هشدار مرکز ملی خشکسالی در مورد بحران آب. ایران در آستانه فلاکت آبی قرار دارد. پزشکیان میگوید مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی و سدها را خشک کرده. میگه که توی این صدا تو رسانه خودش معلوم نیست زندانی‌ها رو کجا بردن، حقوق بشر چی شد. انتقاد رئیس جمهور ایران از پیگیری وضع زندانیان سیاسی. پزشکیان حمله اسرائیل به اوین را بهانه‌ای برای پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری کرد. ادامه تلاش‌های حکومتی برای بازگشت ایرانیان مهاجر. قالیباف خواهان برگزاری اردو برای کودکان ایرانی متولد خارج از کشور شد. و در ادامه این بخش خبری همزمان با شکست مذاکرات صلح در غزه، مراسم سالگرد اسماعیل هنیه و 40مین روز کشته شدن سعید ایزدی در سایه تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در خط خبر هشدار مرکز ملی خشکسالی در مورد بحران آب. ایران در آستانه فلاکت آبی قرار دارد. پزشکیان میگوید مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی و سدها را خشک کرده.